سایت ایران کاندوم، مرجع خرید کاندوم در ایران www.irkondom.com. سلام. امروز میخوایم ببینیم علم درباره دلبستگی عمیق و پایدار در مردان چی میگه. خب، راز ماجرا چیه؟ شاید از چیزی که فکر میکنید ساده تر باشه. بیاین با هم ببینیم. اول از همه منظورمون دلبستگی سالمه. یه جور ارتباط عمیق، نه وابستگی ناسالم. جواب یه فرمول خاصه. وقتی این 4 تا با هم ترکیب بشن، یه پیوند عمیق شکل میگیره. خب بیایم بریم سراغ اصل مطلب. برای اینکه بفهمیم چرا این فرمول جواب میده، باید به علمش نگاه کنیم. اول از همه دوپامین. مغزش یاد میگیره که بودن با شما یه تجربه لذت بخشه. بعدی اکسیتوسینه. این هورمون احساس صمیمیت رو میسازه و پیوندتون رو قوی‌تر میکنه. و در آخر وازوپرسین. این یکی حس وفاداری و میل به محافظت از رابطه رو تقویت میکنه. خب چطور میشه این مسیرهای شیمیایی رو توی زندگی واقعی فعال کرد؟ بیاین ببینیم. نکته جالب اینجاست که چطور رفتارها مستقیم روی شیمی مغز اثر میذارن. بیایم روی یه نکته کلیدی تمرکز کنیم. احترام. این مغزش رو توی حالت امن نگه میداره. این کار باعث میشه حس کنه دیده شده و ارزشمنده و بفهمه که برای شما خاصه. ثبات خیلی مهمه. یا محیط غیر قابل پیش بینی نمیذاره مغز یه پیوند امن بسازه. خیلی مهمه که فرق این دوتا رو بدونیم. بیاین ببینیم یه پیوند سالم چه شکلیه. دلبستگی سالم یه انتخابه که از جایگاه قدرت میاد. یعنی خواستن، نه نیاز داشتن. خب، حالا چطور میشه آگاهانه این ارتباط سالم رو ساخت؟ چه قدم‌های عملی میشه برداشت؟ روی این 5 تا ستون تمرکز کنید. دقت کنین که حفظ استقلال خودتون برای رشد مشترک چقدر ضروریه. یادتون باشه، این فرایند زمان بره. برای مردها یه پیوند امن معمولاً بعد از چند ماه ثبات شکل میگیره. وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن، یه چیزی خیلی قوی‌تر از یه جذابیت ساده به وجود میاد. این همون حس خونه است، جایی که میتونه خودش باشه، آسیب‌پذیر باشه و باز هم بهش احترام گذاشته بشه. و همین احساس امنیت و پذیرش هدف واقعی یه دلبستگی سالم و ایمنه. خب این سوال رو برای خودتون نگه دارید تا در مورد رابطتون بهش فکر کنید.